سلامی دوباره واسه عزیزان خودم. این بومادرانی که عرض کردم بنده آوردم قشنگ خیسش کردم توی ظرف. نگاه کنید به این شکل. خب شما اینجوری خیس میکنید. البته میتونید خشک کنید واسه زمستون اینا به بخورش رو نگه دارید تو زمستون به دردتون میخواد. ولی اینجوری الان من خیسش کردم. خب شما میتونید خیس بکنید مثل چای دم کنید یا بذارید اصلا بجوشه. خب بعد دیدید که قشنگ دم کشید یکم رنگش تغییر کرد، میتونید میل بفرمایید. واسه سرما خوردگی اونایی که آبریزش بینی دارن میتونن از برجش بذارن تو بینیشون. راسته واسه اونایی که کم خوابی دارن خوبه. خیلی دیگه گفتم دیگه واسه زخم معده و استرس و فشار و همه چی خوب. به سرچ کنید دیگه. اگه سرچ کنید این موجزه هاشو دیگه خودتون میبینید. ممنون. خدا